کشتن و دفن کردن عقاید اشتباه یک خدمت بزرگ به بشریت است. در برخی مواقع حتی بهتر از کشف یک حقیقت یا واقعیتی نوین. جهل بیش از دانایی احساس سرخوشی و امنیت ایجاد می کند. مهمترین عامل بقا نه هوش است نه قدرت، بلکه سازگاری است. وقتی صحبت از پژوهش و بررسی به میان میاد، همیشه نام داروین می درخشه. کسی که تمام عمرش رو صرف تحقیق و بررسی گونه‌های مختلف جانوری کرد و تونست نظریه فرگشت رو در جهان امروز نهادینه کنه. داروین برای انتشار نظراتش به خاطر شرایط دگمی که در اون زمان در جامعه بود 20 سال صبر کرد و تمام این مدت رو صرف تدوین ایده‌های نوآورانه خودش کرد. امروز در کانال راز سخن اینجا هستیم تا با هم به بررسی گفته‌های این دانشمند بزرگ بپردازیم. این باهوشترین و قویترین گونه نیست که زنده میماند. گونه‌ای که زنده میماند گونه‌ای است که میتواند به بهترین وجه ممکن خود را با محیط در حال تغییر اطرافش سازگار کند. همیشه ما شنیدیم که اگه قدرتمند باشی یا اگه مقاومت بسیاری داشته باشی موفق خواهی شد و میتونی توی این دنیا به خوشبختی و جایگاه خوبی برسی. اما چیزی که حقیقت داره اینه که تنها با سازگاریه که میشه به جایگاه‌های بهتری رسید. اگه ما نتونیم خودمون رو با شرایط وفق بدیم، نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه خوبی به دست بیاریم. ما در اندیشه هامون اغلب اینطور فکر میکنیم که چه خوب میشد اگه شرایط جور دیگه ای بود. اما این شرایط نیست که باید خودش رو با ما سازگار کنه، بلکه این ما هستیم که باید از شرایط و موقعیت‌ها در زندگی خودمون بهترین استفاده رو ببریم. چون جهانی که درونش هستیم همواره تغییر میکنه و اگه ما تغییر نکنیم از جهان عقب خواهیم موند و از چرخه طبیعت رانده خواهیم شد. ساخت تل موش بهتر باعث می شود موش‌های باهوشتری پا به عرصه بگذارند. ما انسان‌ها همواره در حال تغییر هستیم و این تغییری که می‌کنیم به خاطر شرایط و محیطی است که ما درونش هستیم. انسان همواره رفتاری غیر قابل پیش بینی داره و این غیر قابل پیش بینی بودن به خاطر ویژگی سازگاری ما انسان هاست. مشکلات و مسائل میتونن دلیل رشد ما انسان ها باشن، چرا که با حل هر یک مشکل راهی برای بهتر زیستن پیدا خواهیم کرد. ما میتونیم با استفاده از مشکلات و حل کردن اونها رشد کنیم. پس همونطور که داروین میگه به جای جنگ با مشکلات و آزار دادن خودمون میتونیم از اونها برای رشد خودمون استفاده کنیم. یادمون باشه شرایط سخت‌تر باعث باهوشتر شدن انسان ها میشه. پذیرفتن دروغ‌های بی‌پایه و خرافات قدیمی که از دوران کودکی از طریق والدین و جامعه به ذهن آدمی تزریق می شود همیشه برای انسان‌ها آسان‌تر بوده تا تأمل کردن بر روی حقایق یا نظریات جدید. این ساختار ذهن ما انسان‌ها هست که همیشه میخواد چیزی رو بشناسه و بعد از شناخت اون رو نگهداری کنه. به همین دلیل انسان‌ها بعد از اینکه چیزی رو یاد میگیرن نسبت به اون تعصب نشون میدن. برای همین خیلی راحت تره که انسان چیزی رو که از قبل آماده هست بپذیره تا اینکه بخواد فکر و اندیشه کنه. باید مراقب باشیم که در زندگی روزمره خودمون چه چیزهایی رو بدون اون که دربارش تحقیقی کنیم میپذیریم. این تمایل ما به پذیرفتن چیزهای از قبل شناخته شده میتونه ما رو از شناخت چیزهای جدید غافل کنه. پس باید حواسمون باشه تا دچار پذیرفتن کورکورانه نشویم و برای هر موضوعی که میشنویم به دنبال دلایل معتبری باشیم. همونطور که داروین میگه تأمل کردن و اندیشیدن بسیار سخت‌تر از پذیرفتن خرافات است. داروین همواره به دنبال حقیقت میگشت و برای سوالهای همیشگی انسانها به دنبال جواب بود و تونست تأثیر بسزایی در نوع نگاه کردن انسانها به طبیعت بذاره. او همیشه پذیرفتن یک حقیقت تلخ رو به یک خرافه شیرین ترجیح میداد و برای هر ادعایی به دنبال دلیلی میگشت. چیزی که ما هم میتونیم از داروین یاد بگیریم همینه. برای هر علتی به دنبال معلولی بگردیم.